سلام بچه چطورین؟ قرار امروز بهتون یاد بدیم چطوری همستر بازی کنین و امتیاز جمع کنین و پول در کنین. بچه همونطور که میبینین من الان تقریبا 5,500,000 امتیاز دارم، سکه کوین دارم و به 20 داره تقریبا 20 میلیون برسه بهم پول میده. خب بچه اما آموزش چطوریه؟ بچه شما با کلیک روی این همستر میتونین امتیاز بگیرین، ولی بچه این کارا واقعا اصلا فایده ای نداره و شما نباید این کار رو بکنین. شما باید برای اینکه پولتون زیاد بشه، اصلا سکهاتون مهم نیست برای پول گرفتن. پروفیت، همین چیزی که این بالاست مهمه. پروفیت پر هور، یعنی حالا همون سود برای هر ساعتتون که الان 18,23,000 برای من هست، اون مهمه و شما باید اون رو انجام بدید. اونو یعنی بالا ببرینش. خب بچه‌ام، اما برای اینکه پول بتونین جمع کنی، هم مثل من که 5 میلیون جمع کردم، باید کد مورس بزنین که میتونین توی کانال من وارد بشین تا من کد مورس ها رو بهتون میگم، یا 5 میلیون از طریق کارتا به دست بیارین. برای کد مورس شما باید سه بار روی ارن پر تاپ بزنین، 1 2 3، تا این همسترتون قرمز بشه و بعدش با کد ها، مثلا با این کد، مثلا من اینو میزنم، یه حرف اینجا میاد و کد وقتی میزنی 1 میلیون بهتون میده. الان میبینید من 1 میلیون گرفتم. دوباره سه تا میزنیم آبی میشه. حالا بچه ها، اون 5 میلیون رو چطوری گرفتم؟ میام توی قسمت ماین، اینجا دیلی کومبو، همین 5 میلیونی که من گرفتم اینجا، همین 5 میلیونی که من اینجا گرفتم، که خب همینه دیگه. 5 میلیون من اینجا گرفتم. با این ستایی که این پایینه نگاه کنیم بچه، این ستا، این و این ستا کارت رو باید فعال کنین تا بهتون 5 میلیون رو بده. یعنی ستا کارت طلایی امروزه. 13 دقیقه دیگه همونطور که اینجا هست تغییر میکنه ستا کارت و باید ستا کارت جدید رو باز کنید و اینجا بیارید تا 5 میلیون رو بگیرید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشین. توی کانالم عضو شین تا بهتون کدهای مورس و همینطور کارتایی که باید تو روز باز کنین رو بهتون بگم. خدا نگهدار.